جالبه که هر کسی از سن 25 که میگذره کم کم شروع میکنه کمردرد ناله کردن. تعجبی هم نداره خب. از بلند کردن کیسه خرید تا دستشویی رفتن با خم شدن کمر کار داره. اگه درست خم نشید شاید همین حرکت ساده باعث کمردرد یا حتی آسیب جدی بشه. اما یه حرکت ساده و کاربردی است که هم قدرت بدنیتون رو بالا میبره، هم پاهاتون رو میکنه به کلفتی تنه درخت و هم بهتون یاد میده که چجوری درست خم بشین. ایر اسکواتس یا همون بشین پاشوی خودمون. توی این ویدیو بهتون یاد میدم چجوری این حرکت رو بدون نیاز به هیچ تجهیزاتی و به صورت اصولی و با فرم درست انجامش بدین. بعدش هم بهتون اشتباهات رایج توی این ورزش رو میگم که با خیال راحت انجامش بدین. این حرکت ساده است و پیچیدگی خاصی نداره، اما با همین ساده بودنش بسیار موثره. این ورزش خوراک هدف قرار دادن عضلات پایین‌تنه مثل چهارسر ران، همسترینگ، باسن و حتی عضلات مرکزی